این ماه رمضان ماه رقابت، ماه مسابقه نیکی هاست. پس ای برادر روزدارم و ای خواهر روزدارم، الله عز و جل میفرماید استعیذ بالله من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. پس میفرماید الله کیست آن که الله با الله قرضهای نیکی بدهد، کیست که با الله قرضی نیک قرضی حسنه بدهد تا الله سبحانه و تعالی این قرضش رو برای او دوچند بنماید، قرض این بنده را افزایش نماید. وله اجر کریم، و اینکه از برای این بنده که قرضی حسنه میدهد یک اجر و پاداش بزرگ است. سوره حدید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم که در روایت بخاری است میفرماید علی کل مسلم صدقه، هر مسلمان صدقه داده است، هر مسلمان صدقه داده است، بر هر مسلمان صدقه لازم است. پس ای برادر گرامی و ای خواهر گرامی، قدر این ماه رمضان موسم مسابقه در انجام کارهای نیک و کارهای خیر است، نه موسم مسابقه در تماشای فیلم و بازی ها یا کارهای گناه و معصیت. این ماه مبارک موسم آن کسان است که به سوی نیکی میشتابند و این فرصت است که برای بخشندگان و برای عطا کنندگان یک جبرانی عظیمی خواهد بود، چون به امید رضا و ثواب الله سبحانه و تعالی که از برای الله سبحانه و تعالی این عملشون پسند بیاید، به نزد او سبحانه و تعالی برسد و قبول شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامه. گوش بدهید، هر کسی، هر انسان در روز قیامت در زیر سایه صدقه اش قرار میگیرد. هر کسی که در دنیا صدقه دهد، صدقه اش در روز قیامت برایش یک سایه قرار میگیرد. حتی یقضی بین الناس، تا آن وقتی که میان مردم داوری شود، میان مردم حکم شود. این صدقاتی که در این دنیا تو از برای الله کارگزاری کردی، پرداخت کردی، خالص از برای او، پس این صدقه تو در آن روز که آفتاب یک وجب بر بالای سر تو نزدیک میگردد، برای تو صدقه، برای تو سایه خواهد بود. روایت ابن حبان و حکیم. شاعر میفرماید که کن متصدقا سرا و جهرا، ای بنده پنهان و آشکار صدقه دهنده باش. ولا تبخل و کن سمحا و حوبا، و بخیل نشو و بخیلی مکن، سخاوتمند باش، با حیمت باش. تجد ما قدمته یراک ذلا، پس آنچه که تو در این دنیا تقدیم کردی از صدقات، پیش و پیش خود سایه تو در آن دنیا خواهد شد. اذا مشتد الناس، هنگامی که برای مردم غمگینی است، دهشت فرا بگیرد، شدت بگیرد، در آن روز برای تو این فایده خواهد رسید. پس این یک دعوت است برای رقابت در میان اهل خیر و اهل معروف، در میان دراز کردن دست نیکویی و کمک و صدقه بر نیازمندان مسکینان و درماندگان، طعام دادن بر گرسنگان و سرپرستی کردن فقیران، مسکینان، بیچارگان و همچنین یتیمان. در این کارهای خیر در این ماه مبارک سهم گذاشتن برای انسان اجری به اندازه می باشد در روز قیامت. و چی بسا زیباست از آنچه که شیخ طنطاوی فرمودند در کتاب خود با مردم گفته است، آنجا که میگوید اگر گرسنگی اختیاری رو، یعنی روزه، این گرسنگی اختیاری رو چشیدید، چون با اختیار خود گرسنگی قرار میگیرید، پس گرسنگی مجبوری رو هم به یاد بیاورید. گرسنگی کسی که از گرسنگی عذاب میکشد، گرسنگی آنها رو به یاد بیارید. چون انسان اگر که بر اون نعمت مال عطا کرده شود، دیگران رو فراموش میکند، در غفلت قرار میگیرد. و مؤمن نباید این گونه باشد و مؤمن نباید دیگران رو بگذارد که گرسنه بمانند، بلکه مؤمن پیش از آنه که خود گرسنه میماند، گرسنگان رو باید سیراب نماید. پس اگر گرسنگی اختیاری، این روزه رو که چشیدید میگوید، پس گرسنگی مجبوری رو به یاد بیاورید. گرسنگی کسی که از گرسنگی عذاب میکشد و برای این نعمت پروردگارتون که برای شما عطا کرده است شکرگزاری نمایید. و شکر تنها با این نیست که شکر الله، الحمدلله، الحمدلله با زبان هزارها بار تکرار کردن،
کردن. شکر الله بعد از این ذکر و یاد الله، بعد از عبادت فرائض او، بخشش کردن بر آنچه که الله بر تو عطا کرده است بر فقیران و کمک یاری دست دراز کردن بر ناتوانان. پس ای برادر روزدار و ای خواهر روزدارم، این صدقه و این انفاقی که تو در راه الله سبحانه و تعالی انجام میدهی، این یک تجارت است با پروردگارت. تجارت است که به هیچ وجه از این تجارت تو خسارت نمیابی، به هیچ وجه. و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. آنچه که در نزد شماست وای فنا شونده است. آنچه که شما در بانک ها دارید وای حتما فنا می شود. ولیکن آنچه که از بانک الله سبحانه و تعالی ذخیره کرده می شود وای به هیچ وجه کم نمی شود، بلکه زیاد تا 700 تا 7000 تا از این زیادتر کثرت زیاد شدن میگیرد. همین است که الله فرمود که آنچه که نزد شما از فنا شونده است و آنچه که نزد الله از باقی میماند. خوشبخت کسی است که هنگام دارایی بر فقیران و مسکینان بیچارگان صدقه میدهد و آنها نیکویی میکند و اشک بیچارگان را با صدقه دادن پاک مینماید. پس هر کی به اهل زمین رحم کند الله سبحانه و تعالی بر او رحم میکند و هر کی به اهل زمین ظلم کند الله سبحانه و تعالی ظلمش را با او باز میگرداند. پس در این ماه کریم که ماه بخشش است، اهل کرم باشیم، در عطا کردن حریص باشیم و نگذاریم هیچ فقیری رو مگر اینکه دستی وی رو بگیریم و دعا رو در حق برادران مظلوم در تمام گوشه و کنار دنیا فراموش هم نکنیم. اهل فلسطین خاصتا، اهل یمن، اهل سوریه، اهل عراق، هر جا که هر مسلمانی که هست، چه بسا مردمان زیادی باشند که در زیر ظلم، شکنجه، عذاب، مشقت ها هستند، ولیکن من تو ای بندگان مسکین از آن بخبر هستیم. پس با دعای خود آنها را یاد کنیم، و حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است در بیان عطا کردن و بذل کردن و حریص بودن در این. در روایت ترمذی روایت می شود افضل صدقه فی رمضان، افضل ترین و نیکوترین صدقه این صدقه در ماه رمضان است. هر چی داری بدون که با صدقه دهی آن کم نمی شود، پس بده. و در آخر از پروردگار طلب دعا می نماییم که پروردگار در قول ما راستی را نصیب بگرداند و از جمله راستگویان و در عمل با اخلاصان قرار بدهد و ما را از جمله آن کسان قرار بدهد که دوست بداریم نیکی را و نیکی کردن را، چون همه نیکی را دوست می‌دارن ولیکن نیکی کردن در آن دشواری میکشن. از الله توفیق میطلبیم. پروردگار رو بر ما توفیق بده که دست بکشیم از کارهای زشت. پروردگار رو توفیق اصلاح نیت و پذیرش اعمال ما و توفیق طاعت نصیب روزی بگردان، به درستی که پروردگار تو شنوا و بینا و اجابت کننده دعاها هستی. این است بیان مسئله های رمضان.